مؤمنین اگه یه فاسقی خبر آورد، یه کسی که عدالتشو احراز نکردید، اگه یه خبری آورد، یه خبرگزاری خبری براتون داد، یه گزارشی بهتون دادن، فتبینوا، برید تحقیق بکنید. همینجوری فوری ترتیب اثر ندید. ان تصیبوا قوما بجهالة، مبادا اینکه یه مرتبه جوگیر بشید، یه کاری کردید باعث بشید که یه کاری انجام بدید که فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، که بعدش پشیمان بشید. مبادا یه دسته گل به آب بدید. ببینید شأن نزول این آیه، همه مفسرین گفتن که پیغمبر اکرم به ولید ابن عقبه، ولید ابن عقبه کسی بود که از مشرکین بود قبلا، ولی مسلمان شده بود، ولی سوء سابقه داشت. تو فیلم امام علی شاید دیدید، ولید ابن عقبه همونی بود که در زمان عثمان رفت نماز صبح 3 رکعت خون. بعد که مسلمان‌ها بهش گفتن چرا 3 رکعت، چون مست بود. گفتن چرا 3 رکعت؟ گفت من حالم خیلی خوبه، میخواد 4 رکعت بخونم. شنگولم، اگه میخواد 4 رکعت بخون. ولید ابن عقبه همونه. حالا زمان پیغمبره، این از مشرکین بوده دیگه، ولی در این حال وقتی مسلمان شده پیغمبر با همین ظواهر باهاشون برخورد میکرد. او رو مأمورش کرد که بره زکات بگیره، جمع‌آوری زکات از قوم بنی المصطلق، یه طایفه‌ای بود، برو از اون طایفه زکات جمع‌آوری کن. این ولید ابن عقبه با اون قوم یه خورده حسابی از قبل داشتن، با همدیگه رابطهشون خوب نبود. وقتی که از طرف پیغمبر میره برای اینکه زکات رو جمع‌آوری بکنه از اون طایفه، اون بندگان خدا که بهشون خبر میدن مأمور پیغمبر داره میاد، به استقبالش میان به استقبال مأمور پیغمبر. این چون ذهنیت داشته که اینا باهاش بدن، خیال کرد اومدن برای جنگ، خیال کرد اینا دارن میان برای زدنش، لذا فوری عقب گرد کرد. وقتی دید اینا دارن میان، حالا اون بندگان خدا برای استقبال داشتن می اومدن، ولی این یه مرتبه عقب گرد کرد، رفت خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله قوم بنی المصطلق کافر شدن، اصلا زکات نمیدن، من که رفتم به من حمله کردن. بعضی از این مسلمانای داغ، حالا پیغمبر خودش هست، بعضی از این مسلمانای داغ گفتن یا رسول الله دیگه معطلشون نکنید، الان شمشیر و اسب ما آماده است، حرکت کنیم اون قوم رو از بین ببریم. پیغمبر فرمود صبر کنید، العجلة من الشیطان و تأنی من الله، صبر کنید یه مقدار ببینید چی میشه. همینجا آیه نازل شد، یا رسول الله ان جاءکم فاسق، اگه یه فاسقی مثل ولید ابن عقبه، همونی که مأمور پیغمبر بود، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یه فاسقی خبر آورد که قوم بنی المصطلق دارن به من میخواستن به من حمله کنن، فوری ترتیب اثر ندید، فتبینوا، برید جستجو بکنید، برید تحقیق بکنید. ان تصیبوا قوما بجهالة، مبادا برخورد جاهلانه داشته باشید باهاشون، بزنید بکشید اونا رو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعدش پشیمون بشید، بعدش که دیگه خسارت به بار اومد پشیمون بشید. داستان این بوده. خب اینجا یه سوال شاید برای خیلیاتون الان به وجود اومده، اتفاقا من یه شکلی چند بار تأکید کردم که این سوال به وجود بیاد، و اون این که چطور مأمور پیغمبر یه فاسق؟ خب خود خدا الان داره میگه این فاسقه، خود خدا داره شهادت میده ان جاءکم فاسقون، همه میدونستن اینه، همون ولید ابن عقبه است. پیغمبر چطور مأمورش یه فاسق بوده؟ خب من لابلای صحبت البته گفتم، منتها اینو میخوام یه مقداری روش وایسیم چون مهمه. ببینید پیغمبر اکرم به خصوص که اون اوائلی بود که به هر حال عرب جاهلی بعضی از مشرکین اومده بودن مسلمان شده بودن، خب اونا که هنوز تربیت نشده بودن، هنوز خصلت‌های جاهلی و مشرکانه توشون بود، ظاهرش یه شهادتین گفته بودن، اما پیغمبر قبولشون میکرد، با همینا کار میکرد. بابا امیرالمومنین و پیغمبر اکرم همه کسانی که کارگزاران و مأمورینشون بودن سلمان و ابوذر نبودن، آدمای فاسد هم توشون بودن، هم زمان پیغمبر که دیگه الان خود خدا میگه این فاسقه، مأمور پیغمبر. و فکر نکنید که پیغمبر نمیدونسته ها، نه پیغمبر میدونسته این آدم سوء سابقه داره، ولی همون شهادتین رو که گفته بوده ازش استفاده میکرده.
در همون حدا ازش استفاده میکرد. زمان امیرالمومنین همینجور بوده. استاندار امیرالمومنین، استاندار آذربایجان، اشعث ابن قیس بوده. همون کسی که پسرش محمد ابن اشعث تو کربلا جزو جلادای کربلا بود. خود اشعث ابن قیس هم بعداً جزو خوارج بود. استاندار فارس زمان امیرالمومنین پدر ابن زیاد بوده. استاندار امیرالمومنین ها زمان حضرت امیر، استاندار فارس که خیلی هم بزرگ بوده. فارس اون زمان شامل کرمان هم می شده، تا مدائن هم می رفته. استاندار زیاد ابن ابیه بوده، پدر ابن زیاد. امیرالمومنین افرادی که دور و برش بودن بعضا این شکلی بودن، همه سلمان و ابوذر نبودن. اما در عین حال قرار نیستش که حالا مثلا بله زمان امام زمان علیه السلام همه سالمن، کارگزارانش همه عادلن، اما قبل از اون نه. خب ما الان زمان خودمون بعضا آدمای فاسدی هستن، بعضا مسئولین هستن که فاسد در میان، تا رده های بالا هم هستن. این نباید باعث بشه که بعضیا ناامید بشن، بگن ای بابا، وقت خدا کرده سوء ظن پیدا بکنن به مراتب بالا تا آخر، بگن اصلا همشون خرابن. این نباید اینجوری بشه. خب اگه اینجوری بشه زمان امیرالمومنین رو چی میگی؟ زمان حضرت امیر رو چی میگی که اینا بودن؟ و نعوذ بالله خود امیرالمومنین هم خراب بود، خود پیغمبر هم خراب بود. خب با همینا کار میکردن، با اینکه باطن اونا رو هم میدونستن. ابن ملجم اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، گفت من دوست دارم. 3 مرتبه توی روایت داره، مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، 3 بار گفت. امیرالمومنین فرمودن تو منو دوست نداری. بعد که رفت حضرت فرمود که این قاتل من خواهد شد. گفتن آقا خب پس بگیرش، ببندش، یه کارش بکن. حضرت فرمود قرار نیست من قاتل او بشم که، قرار نیست من قاتل او بشم که، هنوز کاری نکرده که. با همین ظواهر باش برخورد میکردن. عنایت میفرمایید. پیغمبر که بالاتر، کسانی که دور و برش بودن که حالا من دیگه اسم نمیتونم بیارم، کسانی که دور و برش بودن پیغمبر باهاشون وصلت کرد، دختر بهشون داد، دختر ازشون گرفت، باهاشون وصلت کرد. اصلا هنر پیغمبر این بود با این کسانی که منافق بودن، با این کسانی که از بن دندان مؤمن نبودن، پیغمبر با همینا کار کرد، بارش رو دوش همینا گذاشت، اینا رو تبدیل به کفر نکرد. بذار همین باشه، فعلا چاره ای نیستش، کسی رو ما نداریم، از ملائکه قرار نیستش بیان اداره بکنن. فعلا این ظاهر مسلمونی داره، به همین اندازه ظرفیت ازش استفاده کن. این شکلی بود. خیلی عجیبه اصلا آدم چجوری میتونه تحمل کنه پیغمبر با یه کسی که بعدن مثلا فرض کنید چه فجایعی انجام میده، با این بشینن بگن خانواده‌اش مثلا تو خونه پیغمبر بچهش بیاد، دخترش بیاد. ببینید این هنر ولی خدا هست. تو قرآن ولید ابن عقبه‌ای که مأمور پیغمبره رو خدا میگه فاسق، اما پیغمبر باش کار میکرد. حالا من نمیدونم بعدش هم پیغمبر باش کار کرد یا نه، نمیدونم، ولی به هر حال تو اون موقع یه لحظه‌ای که فاسق نشد که، این سوء سابقه داشت. این یه نکته. مطلب بعدی که اصل درس این آیه هستش، اصل درس این آیه هست، این هستش که آقا مراقب اخبار و اطلاعاتی که میگیری باش. همونجور که شما وقتی میخوای غذا بخوری مراقب جسمت، غذا وارد جسمت بشه، مراقبی که مسموم نباشه، غذا آلوده نباشه، غذایی که وارد جسمت بشه غذای سالمی باشه، اون غذایی هم که وارد روحت میشه، از دهان وارد معده میشه، از گوش وارد جانت میشه. گوش دهان جان آدمه. شما از گوش میگیری اطلاعات و علم رو. مراقب با چه علمی میگیری، از کجا میگیری این اخبار و اطلاعاتت رو. به خصوص بعضی از اخبار و اطلاعات هستش که دروغ هست، شایعه هست، خلاف هست. این میتونه زندگیت رو و بلکه میتونه جامعه رو تحت تأثیر قرار بده. الان خبرگزاری‌ها و سایت‌های مختلف اخبار رو پر کردن، مدیریت افکار عمومی دارن. تو این وسط هیس و بیس اگر شما هر خبری رو بخوای بشنوی، کلات پس معرکه است. هر خبری رو بخوای بشنوی، به خصوص عرض کردم ببینید بعضی از اخبار مهم نی. یکی بیاد بهت خبر میده که آقا فلان کس از دنیا رفت، خب خدا رحمتش کن. حالا این خیلی
میاد خبر میده که مثلا تو میدون تصادف شده، خیلی چیز مهم نیست حالا راست بگی یا دروغ، اما یه موقع هستش که میاد یه خبری میده که یه بحران اجتماعی میتونه درست کنه. با یه خبر دروغ بین دو تا برادر، بین خواهر برادر، بین افراد خانواده کینه، کدورت، اختلاف. از این جهت آدم خیلی باید مراقب باشه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، زمان ما زمانی هستش که سایت ها، خبرگزاری ها، شبکه های ماهواره و شبکه های تلویزیونی اینا با اخبار دارن مدیریت افکار میکنن. مهمترین جنگ زمان ما جنگ شناختیه. مهمترین جنگ زمان ما جنگ نظامی نیست، حتی جنگ اقتصادی هم که خیلی سخته حتی اونم نیست. مهمترین جنگ شناختیه. یعنی کاری بکنن افکارت رو، عقایدت رو، نگاهت رو عوض بکنن. یه مرتبه ببینی همون آدمی که تو صف اول جماعت بود، اهل خمس و وجوهات بود، همون آدمی که بچهش با حجاب بود، همون آدمی که اهل روزه و روزه و گریه و توسل بود، دیگه نمیاد. پیشش هم میشینی میگه بابا این حرفا همش. حالا شما برو نگاه بکن ببین پای ماهواره نشسته ایران اینترنشنال، BBC، نمیدونم صدای آمریکا، واقعا مدیریت افکار میکنن و فرد رو سرباز خودشون میکنن. جنگ شناختی همینه، نگاه رو عوض میکنن، نگاه رو عوض میکنن. نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا، نیکسون که حالا دوره‌های خیلی گذشته، یک کتابی بود 40 سال پیش نوشته، این کتاب هست به نام پیروزی بدون جنگ. تو مقدمه این کتاب میگه که ما آمریکایی‌ها باید توسط رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای کاری بکنیم تو کشورهای هدف، اون کشورهایی که به جای اینکه سرباز موبور و چشمابی بفرستیم، با رسانه‌هامون کاری بکنیم که ذائقه مردم کشور هدف رو آمریکایی بکنیم، که دوست داشته باشن آمریکایی بخورن، آمریکایی بپوشن، آمریکایی حرف بزنن، سبک زندگی آمریکایی داشته باشن. و اگر ما این کارو کردیم، این یعنی پیروزی بدون جنگ. اسم کتابش یعنی پیروزی بدون جنگ. همون جنگ شناختی، همون جنگ شناختی است. ظلمی که خبر فاسق به مؤمنین داره، ظلمی که خدا اینجا داره میاد هشدار میده، ظلم خبر فاسق همینه که به پشتوانه شیطان و دستگاه ابلیس که 6000 سال تو عالم ملکوت بوده. من همیشه اینو متعدد جاهای مختلف گفتم، هیچ فیلسوف و عارفی، هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش به اندازه اطلاعات شیطان نیست. 6000 سال تو عالم بالا بوده، به همه چی اشراف داره، به نیت‌ها خبر داره، حتی نیت‌ها رو میدونه که تو میخوای یه نیت بکنی میاد خرابش میکنه، نمیذاره بری انجام بدی. شیطان پشتوانه این خبرهای دروغ و خبرگزاری‌های دروغ تو کل دنیا هست، با تمام جنودش من الجن و الانس وایساده پاش. وقت شما تو این وسط بخوای مقاومت بکنی، خب خیلی کار سختیه دیگه، خیلی کار سختی که بتونی دینتو نگه داری، اعتقاداتتو نگه داری. اینجا اونجایی هستش که فقط و فقط باید پناه ببری به یه نور برتر، به یه عقل کل. راه دیگری نداری، باید فقط پناه ببری به او. درسته که اخباری که بهت میرسه رو تحقیق بکن، ولی فقط به این تکیه نکن. حتی اینجام سرت کلا میره، فقط باید پناه ببری به عقل کل. لذا تو اون آیه بعدی، تو آیه بعدی خدا میگه وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول الله، من رسول خدا رو فرستادم، حجت خدا رو فرستادم برای همین که شما گم نکنید راه رو، شما رو بی کس نگذاشتم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول الله، که حالا انشاءالله این بعد هم گفت.